چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به اپیزود دیگه از دوئل. امروز اومدیم که بتره کنیم. 2 تا مهمون ویژه داریم که اینجا نشستن. دیگه بالاخره معرف حضورتون هستن تینا و بیتا. تارا عزیز. امروز تارا رو داریم پیشمون ولی اسمش بیتاست. و یک عزیز دل دیگه داریم که دیگه معرف حضورتونم هست، خانم نیلوفر جون. سلام به همه، امیدوارم عالی باشید. همه چیز بر وفق مراد. من جلسه پیش شرکت کننده بودم ولی بهم خوش گذشت، خوش اومدم تکیه بچه‌های بزرگم زدم، مجری شدم. خلاصه امروز لیگ دخترونه است. ببینیم دیگه چی کار میکنیم. بریم واسه اپیزود اول. کمتر کسی هست که منو نشناسه. یه تعریف از خود نباشه دیگه، واقعا مثل من نباشه که میکنم. به خدا ما فروتنیم. تینا حقانی. اگه ویدیوامو ندیدی تو اصلا تو این اینستاگرام میای آخه تو. منم بیتا. سایز چنده دارت بگرد؟ نمیدونم سایزمو. بگردی نه تو الان در میارم. نازی صورتی خیلی بهش میومد، خیلی اصلا اشتباه کرد نخرید. به خدا که گل پسر تربیت کردم. دختر از بغلش رد میشه به نشونه احترام کلشو میندازه پایین، مگه نه پسرم؟ آره. قربونت برم. خفش کسافت. خود زدی؟ چطور؟ مستقیم رفتی توی قلبم خانومی. بیا. خیلی هم عالی. بریم برای بخش اول. آماده این؟ بله. ببینم به نظر خودتون کی میتونه موفق بشه تو بخش اول؟ خودتون چی فکر میکنید؟ من میگم تینا. من که خودم به نظر خودم و به نظر همه بیننده ها من، چون بالاخره من آدم قوی تریم، من به نظر همه چی استعدادی دارم. حالا میبینید ولی خب غروری گرفته. چه غروری داره تو هوا. فروتنی. خیلی فروتنم. خیلی هم عالی. پس بریم برای بخش اول. بریم واسه اپیزود اول. توی اپیزود اول باید چی کار بکنم بچه؟ چرا من میگم اپیزود؟ بخش اول. بازی اول. تو بازی اول. خب بچه ها باید چشمند بذارن. چشمندو که گذاشتن قطعا جلوشون رو نمیبینن. از بین تمام این میوه و سبزیجاتی که اینجا هستش ما یکیشو بهشون میگیم که بردارن و توی 10 ثانیه بعد اونو بردارن. مثلا تو 10 ثانیه شلیل رو باید پیدا بکنن بردارن و دیگه همین دیگه. اگه الان داری تلاش میکنین که جاشو حفظ کنین جاشو عوض میشه. نه چه فکری راجع به ما داری میکنی؟ ما اصلا آدمای تقلب کاری نیستیم. شلیل کدومه؟ خب بچه‌ها چشمندا رو بذاریم. بزنن؟ بله. خودمون بذاریم چه جالب. دوست داری من برات بذارم؟ نه. خب ما میوه ها رو جابجا کردیم، جوری چپن دقیقی چی کردیم، حالا تایم گرفتیم 10 ثانیه بهشون فرصت میدیم تا اولین میوه‌ای که گفتیم تشخیص بدن و بردارن. بریم. باشه استرس گرفت. خب 1 شلیل. وای چرا گفتی شلیل؟ این چی؟ 7 6 5 4 3 همینه. 1. خب اوکی. طرز اعجاب انگیزی درست انجام دادم بچه. نه درست انجام نه، اجازه بده نپزم. اون شبرنگ شلیل نیست. کدوم شلیل نیست؟ کدوم شلیل نیست؟ کدوم شلیل نیست نیلوفر؟ تو دنبال چی نیلوفر؟ دنبال چی؟ کی الان با؟ کاملا بو شلیل میده. پذیرفتیم. اینجا من الان بده داستان. الان کی با؟ من کودکی با هم گفتم شبرنگ. آقا تبریک. عزیز دلی قربونت برم، فدات بشم عزیز دل. دستاتون کجاست؟ خب بعدی سارا جان. خب بچه‌ها 1 شدن. بریم سراغ مرحله بعدی. آماده؟ بله. 3 2 1 خیار تینا سومت نه. اینه. نه وایسا. نه اینه. این خرج خودشه. 2 1 تموم. این اصلا معلوم بود که همینه مال من درسته. زود بگو سارا فریاد بزن. این خیار تینا بود. تینا 2 تاینی 1. وای خدایا اینقدر بردگارم. بریم سراغ بعدی. تو بگو تینا تو خیلی جلویی. تینا نکن. من اصلا ربطی نداره. 10 ثانیه فرصت دارین هویجو پیدا کنین. هویج وایسا. بدو 7 6 من پیدا کردم. 5 4 تو نمیتونی. من مطمئنم بلد نیستی پیدا بکنی. این موزه
این موزه من موزه تشخیص میدم. اشتباه زدم. هویجه درسته. آقا تبریک. درسته تبریک آقا میگم. تبریک. مساوی. تارا 1 تارا 2 از تینا دشمن میترسیدیم دوست خنجر زد. تینا 2. از دشمن میترسیدیم دوست خنجر زد. از دشمن میترسیدیم. بریم سراغ مرحله داری یه چرا قشنگ سوم، می‌خونه. چهارم، پنجم، چندم؟ بگو تینا یه بار دیگه. از دوست نه. از دشمن ترسیدیم اما دوست نارو زد. بده شست. بده شست. خب 10 ثانیه بعدی شروع میشه با گوجه. گوجه نو. گوجه. آقا امتیاز نداره من دارم شیش. زود پیدا میکنم. گوجه بکن تو دهنت ببینه گوجه است. یک. تمام شد. گوجه است. معرفی میکنم گوجه. گوجه درست. این گلابیه. گلابی گلابی. برای تینا. بله تینا درست. I ain't at war with myself, I just caught a truce. I pray to God to keep the peace, I still let it loose. چهارم. گفتم بو کن این گوجه است. تو مگه بو میکنی؟ نه. پس چی؟ خب تو ویدیو معلومه دیگه. من اگه بو کنم معلومه. خب میریم برای 10 ثانیه بعدی. 10 ثانیه فرصت دارین تا لیمو رو تشخیص بدین. لیمو مگه داشتن؟ داشتیم؟ اصلا لیمو نبود. اصلا لیمو هست. این لیمو نیست نارنجیه ها. اشتباه نکنید جدا خدا. این تموم شد. من دوتا برداشته. این لیمو نیست. کی لیمو اصلا مگه داشتیم؟ اینه؟ کوشش. میتونم بابا تایم سراخش تموم کنم؟ شد. نیلوفر اینه. لازم هستا. لیموه. آره راست میگه. تینا تینا بابا دیگه تمام. نه درسته. تو هم درسته. آقا تبریک میگم. بابا باری خیلی خوب وایسید. بچه 4 تینا 3 عزیزم بریم واسه مرحله بعدی. میریم 10 ثانیه فرصت داریم تا شلغم رو تشخیص بدیم. شلغم ببینم. تینا سومات دستم نیاد. وایس تینا چیکار برو کنار. 4 3 2 1 تمام شد. تو پیدا کردی؟ بابا این شلغم نیست. این پیازه. لبوه. پیداش کردم. پیداش کردم. نیست. من اعتراض دارم. اینها چه ربطی داره تو هم؟ تینا درست انتخاب کرد. بله. تینا خیلی مهارت میخواد. چجوری اینا؟ تینا تو داری میبینی. به جان بی تو اگه قسم ببینم بخور. به قرآن اگه ببینم همین جای کاش بزنه به کمرم. خب چشم‌بندتون رو خدا نه. میتونین در بیارید. در بیارم. بله راحت باش. این صدای یک آدم برنده است. ببین باز شور و حال تعریف کنم. ببین بهم قدرت بده. بگو که من بردم. آقا قبول. تینا داشت میدید. به خدا نه. به جان خودت تینا نمی‌دونم. خیلی به خیلی خدا از این نه. حرف به خدا نه. نه به جان بی تو واسه نه. میخوام پرشور هیجان بگم. یه آهنگ زمینو بزن. تو بزن. من چرا دارم بزنم؟ می‌زنم. تو بری ازت خوشم میاد. بدو واسه هم چیزی ترومپت بزن. 5 تینا 3 عزیزم و برنده این بخش از لیگ بانوان تینا. دیگه بالاخره گفتم دیگه بالاخره دیگه. هنوز چیزی از ارزش‌های من کم شده. وایسا. ولی برنده چی شدی؟ مسابقه شلغم گرفت. اصلا داریم سر چی ما مسابقه الان وسط این مسابقه درست نیست به برنده اینا رو بگیم. کسی که امتیازش پایین تره قطعا جریمه داره دیگه. چرا؟ جریمه این چیزا رو چرا اول اینجوریه؟ اگه می‌دونستم تلاش جریمه شیطانی شدم. تینا خاک بادمجون گاز بزنه. من بادمجون بگاز. واقعا نه بچه این کار درست نه بریم یه چیز واسه دیگه جریمه دارن آماده میارن. بشید. این چیه؟ این جایزته. ناهارته. این کاپته. بگیر دستت ببر بالا. بچه‌ها من بگو مبارکه. بر میزنم بین اینا باید یه جریمه انتخاب کنیم. من براش انتخاب کنم. نه من به نه. نیتت بکشم. نه نمیخوام تو دستم بمیاد. خیلی خوبه خدا شاهده ها. من بکشم. نه خودش بده. بابا. من بکشم نیت کردی؟ نیت آره بابا
بازیگری؟ چقدر چی در اومد؟ چی شده؟ یه دونه نقش میدیم الان که هممون توش دخیل هستیم. گاز بزنه. ترجمه میدی بادمجون گاز بزنه. خب یه موقعیتی الان میدیم که باید بازیگری بکنیم هممون با هم. بریم 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 بریم. من نقش خودم بگیرم. خیلی خوش اومدین، صفا آوردین، قربون قدمتون عزیزم. مرسی، ممنونم. نیلوفر جون، پسر منو دیدی خوشت اومد؟ بچه ها قبلا مشکلشو به نشون داده بودن. خوشگله، خیلی بانمکه، یه مقدار تو بچگی سرش ضربه خورده ولی عقلش ساله. بفرمایید. قربونتون برم. خواهش میکنم. سلامت باشین نوش جان. ولی خب ثروت خوبی داره، پرش و بی ام و اینا. پرش ایشون اصلا میتونه با این وضعیت میخرمه. بله اتومات. نشون بده چه شکلی رانندگی میکنی؟ اجازه من یه اسفند دوست کنم. ماشاءالله چه خوشگل رانندگی میکنی. آره، سر تا پا تو طلا میگیرم. عروس. از نظر من که هیچ مشکلی. تو کدوم عروسی؟ از نظر من که هیچ مشکلی نداره. میتونی تو خودت هم والا سلیقه ما نیستی، لاغری. دیگه ما اینجوری فیتیم عزیزم. فکر نکن نه. که حالا چیزیه. اشکالی نداره، میتونی برید. من میگم اشکالی نداره. حرف من نه. چی شد؟ بیا. مسخره کردی به سرت اومد. بیا بانو اینو بگیر در بری تو اتاق. وای ماشاءالله، من که راضیم. ماشاءالله اشکالی نداره، مشکل بفرمایید. چه عروس نازی دارم من. دستت نمیره و یکم تنگه. بزرگترشم میخره. حالا اشکال من میذارم اشکال به دست تو تنگ عزیزم. خب بری تو اتاق با هم صحبت کنین دیگه. ما هم اینجا یه چیزی بخوریم. نه بفرمایید. بریم صحبت کنیم. میگم که شما برنامه‌تون برای ادامه زندگی چیه؟ برنامه خاصی ندارم، زیاد تو فکر تو هم نبودم. الان که حالا به یه لرزه افتادی بعدم هم نمیاد ازم. یعنی شما منو به خاطر لرزشم میخوای؟ مامانم دیگه پسند کرده بود دیگه. یعنی الان خودت منو به خاطر اینکه میلرزم میخوای؟ دیگه مامان حرف مشترک نگفتم به من نگو مامان. بگیرش بریم. میخواش؟ پولشو بده. میخواش؟ اشکالی نداره. اشکال مبارکه مال من بود. بیا اشکال نداره. بیا مبارک باشه. همینو میبریم. به پای هم پیر بشید. همینو میبرید. یه کوچیک دیگه هم دارم. میخواین اونم ببینید؟ سایز چنده؟ کوچیکه. ما اومدیم دیگه ببینیم حالا هر کدومو پسند بکنه. بیا. خیلی بد شد. بردم یه دیگر نذاری. اوکی دیگه شد عروس. آره دیگه. آقا تبریک. عروس. بریم واسه بخش بعدی. خب با بخش بعدی برگشتیم خدمت شما. این بازی اینطوریه که ما یه سوال میپرسیم از هر کدوم از دوستان، تانیا و تینا و بیتا. خیلی هم عالی. از اونجا بیتا هستم. به کرات اسم بیتا رو تانیا، تارا و غیره و زالک گفتیم دیگه. اسمش رو اینجا گفتیم که بنویسیم که جلو چشمون باشه. توی بخش بعدی توی این بازی قراره که ما غیره و زالک سوالایی بپرسیم از بچه‌ها که در واقع با 3 تا گزینه باید جوابشو بدن. هر کی سرعت عمل بیشتری داشته باشه و تایم کمتری رو بگیره میتونه شروع به خوردن کیک کنه و تا وقتی که جلوتر باشه میتونه به خوردن کیک ادامه بده. بریم که داشته باشیم ببینیم کدومتون برنده میشه. آره حضور ذهن بیشتری داریم و سریعتر میگیم. سوال اولو سارا جون میپرس. اون اگه دم دستت میخواید بذارشیم بر. نه آخه اسمش رو اشتباه میکنه. یه خاطر بد دارم. الان اسم من اشتباه میگه. تانیا. خدایا دیگه 2 تا برد نداریم. یکیشو حداقل به خاطر این زیر نویس داره دیگه. بیتا و تینا. خانوما آماده؟ 3 3 جای بعد تینا.
من بگم اول بگم. پس این چیه؟ نه بعدا از من وایسا. نپرسید. سنگ کاغذ قیچی میکنیم. آقا باشه. ببین اینو دیگه باید ببرم. بابا بشین بابا. چند تایی؟ سه تایی دیگه زود بره. بریم. سنگ کاغذ قیچی. یک. سنگ کاغذ قیچی. یک. سنگ کاغذ قیچی. دو. سنگ کاغذ قیچی. I ain't at war with myself, I just caught the truth. I pray to God to keep the peace, I still let it loose. Pasadena, California, thought you knew. Right at the top of Los Robles, what it do? Station wagon, turn the caddy tires, spin off. Can't be scared to thorn from the shoulders, get off. Call my first. بریم آماده؟ آماده؟ سال اول 3 جای بدن که خیلی بهش اهمیت میدی. پوستم، دستم. این چطوری با مغزش برد؟ چجوری با مغز خیلی جوش خرابه. خب دیدید من شک کرده بودم حق داشتم. الان شما 3 ثانیه بیرتو پاک تا میکنم. سوال جواب بدی. الان بیتا جونم میپرسیم ازش هر کسی که تایم کمتر گرفته باشه شروع میکنه به خوردن کیک. بله. نوبت بیتا جون. خیلی حرف زدی. بریم. بیتا آماده ای؟ بله. 3 کاری که قبل خواب باید انجام بدی. مسواک بزنم، موهامو شونه بکنم، صورتمو بشورم. بزن اونو. بزن. بزن دست قشنگه. خب تا اینجا تینا جون جلوتره. من قبول ندارم. به یه جای وصلم. میدونی؟ واقعا چطوری؟ من اگر بخوام رایزنی کنم که برای تو نمیدونم. داداش رایزنی نمیشه. من به یه جایی وصلم. نه بعد میخوردم؟ من میخوردم دیگه. خوشمزه؟ چمزهیه. پس بشه سوال بعد وایسا. بپرسین. تینا 1 2 3 تا کار که نباید توی زنگ تفریح مدرسه انجام بدی. غذا بخوری. نمیدونم. خدا پیش مدیر بریم. آه ظالم. پیش ناظم بریم. مظلوم گرفته. نباید تو کلاس بمونیم. درست گفت. بعدی. الان باز خب نباید بخوره دیگه. چرا دیگه؟ آره با ادامه بده فعلا ادامه. چون بازی سختیه. یه چای هم میخوری بره پایین؟ نه همینجوری میره پایین. قهوه میل داری؟ سلامت باشی. خب بیتا 3 2 1 3 کاری که موقع سلفی گرفتن حتما باید انجام بدی. لبخند بزنم، موهامو درست بکنم، شالم سرم دماغتو باشه. اینجوری کنین. خب بیتا بردم دیگه. بله خدا رو شکر. خدا رو شکر. الان نوبت بیتا. بخورم؟ آره یه بخوری. باشه. از حست بهمون بگو. چطوریه؟ خوشمزه است. چون اسم کیک تینا خیلی بهم نمیچسبه ولی خب راستی اسم کیک تیناست. اصلا معلومه دیگه برنده کیه. از سوروری آماده ای تینا؟ بریم. 3 2 1 3 چیزی که وقتی خیلی عصبانی میشی میگی. فوش میدم، عصبانی میشم، داد میزنم. به تو چه؟ چی بود الان؟ عصبانی میشم، داد میزنم. این قبوله. آره دی میگم به تو چه؟ بخور. میگم به تو عصبانی چه؟ میشی میگی به تو چه؟ خیلی موقع میگم به تو چه؟ بیتا تینا باشه تینا. آماده؟ 3 چیزی که توی کیف همه خانوما پیدا میشه. آدامس، رژ لب، آینه. مرسی. کی بود؟ بیتا جلوه. آقا تبریک. خب تینا بگو 3 چیزی که همیشه خانوما قایم میکنن. پارتنرشون، رژ لبشون معمولا و اینکه کجا فیلر زدن. چرا رژ لب قایم میکنی؟ نمیدونم. من میگم میفرستم برای پدر قاچاق میکنم رژ لبو. پارتنرش قایم میکنه. 3 تا چیزی که توی حموم همیشه هست. شامپو، نرم کننده، لیف. درسته. بیتا جلوه. تینا بگو 3 غذایی که همه ایرانی‌ها عاشقشن. فسنجون، قرمه سبزی، خورشت کرفس. خورش کرفس خیلی ها رو من دیدم. من اشکال خودم نداره. بیتا 3 چیزی که توی جیب همه آقایون پیدا میشه. با من جیب آقا گشتم. دستمال کاغذی، گوشی. بابا تو چرا اینطوری تینا؟ من کو تینا خب تینا جلوه. کیک بخوری. تینا جلوه. برو وای داشتم میمردم دیگه. به سلامتی آزادی. الان از تینا. تینا
3 چیزی که موقع قرار عاشقانه باید همراهت باشه. وای تو چقدر بلدی. تا حالا نرفتم. گوشی موبایل و رژ لب. گوشی موبایل رژ لب. عطر. خیلی خوب. خب بیتا. 3 چیزی که توی سفر شمال همیشه همراه خودت میبری. چمدون، لوازم آرایش هم سشوار. درست گفت. بیتا جلوه. آقا تبریک. خب فعلا تا اینجا 4-2 به نفع بیتاست. بریم ببینیم که دوتا بعدی به چه صورته. آماده ای؟ بله. 3 چیزی که توی کلاس درس همه همراه خودشون دارن. دفتر، کتاب، خودکار. آفرین. خودکار. خیلی بیتا. من اول به این نگاه میکنم شاید باور نشه. خب وایسید 3 تا چیزی که وقتی عاشق خب زمان خودت میره. 3 تا چیزی که وقتی عاشق میشی همراه خودت داری. وایسا. به نظرم شروع کنم بخورم. چی باید همراه خودم داشته باشم وقتی عاشق میشم؟ نمیدونم. زمان ندارم. من باخت دیگه بابا باخت. تینا الان جلو تینا الان جلو. خب بعدی. آقا سوال مسخره ای نبود. یعنی چی؟ شما چی وقتی عاشق میشین همراه خود؟ تو چی وقتی عاشق؟ یادگاریش یاده پیشته. یه چیزی بهش که من عاشق میشم. نه واقعا شما عاشق میشید. یادگاریشو با خودتون میگید. آهنگ داریوش. فکر میکنه اسکلم. من تو لعنتم میفته. دارم بالا میارم. دلمو زد. میخوردم. تینا من به خاطر اینکه ببرم جان. تینا 3 تا کاری که وقتی معلم نگات میکنه نباید انجام بدی. دفتر، کتاب. نباید حرف بزنی با بغل دستی. نباید بهش از این برگه ها بزنی بهش. نباید کتاب. نباید مقنعت بیفته. درست. آقا تبریک میگم تینا نبود. خب بیتا آماده ای؟ بخور. 3 تا کاری که نباید تو تاکسی انجام بدی. بخندم. جلو نه دیگه این قبول نیست. برو بابا. با راننده حرف بزنم شیشه رو بدم پایین. چرا من با راننده حرف بزنم؟ نمیدونم. چرا؟ نمیدونم. میدونم. نه نباید گشاد بشینی. راست. اینا رو بگو. چرا اینو میگی؟ خیلی خوب تینا. کی برد؟ من. تینا برد؟ نه بیتا جلوه. با این همه. خب بریم تینا. ببینم چی داشتیم. 3 تا چیزی که نباید به دوست صمیمیت قرض بدی. یه بار دیگه بزن. گوشیت، کلیدات و شماره دوست صمیمی دیگت. تو بلد نیستی. تو سیاست نداری. 3 تا کاری که نباید جلوی مادر آخه تو چی می‌فهمی؟ مادر شوهرم بخندم. تو نمیتونی بخندی. از پسرش بعد بگم آفرین. طلامو به رخش بکشم. باختی. چی بگم؟ بله تینا جلوه. باختی بابا نخور دیگه بس دیگه. نه تینا احمق باش. خودت باش تینا. من نیلوفر قضیه دوست ندارم. بیتا من برام به مهم نفع بیتا جونه. الان بیتا جلوه. اگه این یکیو هم بیتا درست بگه بیتا برنده بازیه و میریم جریمه برای تینا جون داشته باشیم. دیگه جریمه شده. آره بریم همه کمک. بریم بعدی. هر چیزی. خب تینا 3 تا کاری که نباید توی آسانسور انجام بدی. نباید بخندم. نباید تو آسانسور جایی که بچه آزادی کامل هست. هر کاری شما میرم انجام بدیم. تموم شد. اوکیه؟ آره خیلی خوب. به نظر من اینه. باخت. بیتا تنها جاییه که بیتا آدم هیچ محدودیتی نداره. بله. 3 تا کاری که نباید تو سینما انجام بدی. یه نباید بخندی. واقعا نباید بلند بخندی، حرف بزنی و با گوشه حرف بزنی. درست گفت. خب بیتا باخت. برنده این بخش است. جی باخت. ببینید حق به کی رسید. باخت. خب ما باید الان یه جریمه تدارکی ببینیم برای خانم تینا. آقا تبریک میگم تینا جون. به ناحق بچه. بابا شما تو آسانسور چیکار نباید بکنی؟ چه حقی نباید نباید زور بزنی. چی؟ نباید چی انگولاتو چی کنی؟ به کسی چه ربطی داره؟ من شاید میخوام سطح طبقه برم. بلند بلند حرف میزنم. اصلا شاید صدای من نمیرسه.
خدایا به کدامی خفت. من کی تا حالا انقدر خفت بار شدم؟ خفت بار؟ خفت چه باری؟ تماس آخر چیه؟ آخ جون برای آخرین تماس سا میتونه بهت کمک کنه. سا تماس آخرشو باید زنگ بزنه. ببین اینجوریه، بذار برات توضیح بدم. زنگ این داستان بچه این تماس آخر چیه دیگه؟ بدید ما جریممون رو بدیم بریم بابا. اینجوریه که زنگ میزنی به یه نفر، خب یا بهش میگی که مثلا من دارم کلا میرم از این کشور، یا میگی که دیگه برای بار آخر دارم فعالیت میکنم، یا هر چیزی که اونو یکم ناراحتش کنه. زنگ بزنم؟ بله بله. میخوای باید بگیری فکر کنم جلو. آره نزدیک. روژان. ساعت الو روژان، سلام. چطوری؟ خوبی؟ فدات بشم. مرسی. روژان من واقعا الان نمیدونی چقدر عصبانیم. اصلا نمیدونم چی کار کنم روژان. الان اصلا اومدم بیمارستان، از صبح حالم خیلی بده. روشن واقعا الان اصلا حالم انقدر خوب نیست که بتونم اینو بگم. فقط مامانم اینجاست، هم میشه با هم حرف بزنی؟ حالم اصلا خوب نیست. چرا مثلا این شکلی دارم میکنم که چی بشه؟ چه میدونم. میخوام اصلا روشن واقعا میخوام انقدر گریه کنم بمیرم. رفتم زیر سرم، فشارم افتاد، اومدم پیش دکتر گفت اصلا چشه‌ای تا اینجا اومدی. دیگه چیکار کنم دیگه؟ با مامانم رفتم ولی دیگه برگشت خودش، از اون ور اومد خونه. روژان دیگه اصلا نمیتونم حرف بزنم. روژان روژان اصلا حالم خوب نیست. وای مردم. آروم باشه کم. اضافه به کدوم درمانگاه الان؟ درمانگاه که همیشه میرفتم دیگه. الان روشن قلبم درد میکنه. حالا فعلا یه صدای خنده ریزی میاد. نه آن جدی میگی؟ نه. الو نه شوخی کردم باهات. میدونستم شوخیه. خیلی ریلکسه. گفتم الان چند تا فوش بعد بهمون میدی؟ چرا باید فوش بدم؟ چرا من با تو خیلی آدم با ادبی هستی؟ خودتو نشون دادی همون دقیقه اول روشان. چی؟ من فهمیدی. الو اومدی تو این برنامه روشان روی ریه سلام بکن. سلام کی هستن؟ خب فعلا با جریمه که تینا جون پرداخت کرد برابر شدن. میریم برای مرحله بعد ببینیم که چند مرد حلاجن با تینا و اصلا این دیگه یکی دیگه هم پاک کنیم میشه. بریم واسه بخش بعدی. اسم منو. خب شروع کنیم. چیکار داری میکنی؟ فال میگیری؟ فال منم. نه بابا دارم کتاب میخونم. یه ذره بار فرهنگی برنامه بره بالا. آروس خب واسه ما هم بخون. بالام بخونم یعنی؟ گوش بدین. به هم اجازه بده باهات صادق باشم. من برای عاشق تو شدن زیادی منطقی بودم. تقریبا شبی نیست که بهش فکر نکنم. اینکه آدم‌ها باید چه ویژگی خارق‌العاده‌ای داشته باشن تا برای عاشقی انتخاب شوند. عشق برای یک انسان منطقی چیزی شبیه به یک قرص آرام بخش بی وقت عمل می‌کند. عشق برای آدم منطقی حکم اولین مستی سنگین و سرگیجه آور را دارد. خیلی خوب بود. خودم نوشتم. کتاب خودم بود. جدی میگه؟ معلومه تو رو میگیرن. آره خب تو واقعا خب فرق داری واقعا. یعنی منو به خاطر کتابم خواسته. یعنی بله امکانش خیلی هست. آره امکانش هست. این زیبایی نگرش به دنیای میارم دفعه دیگه برای امضا کنی؟ بر همتون میارم. به به چه قشنگ. کتاب میارم. من امضا میخوام.
خب چه شانسی دارم من. نگاه چی واسم افتاد. دارک ترین سکانس زندگیم اونجا بود که میدونستم یه روزی از هم جدا میشیم. مدام تلاش میکردم که روز جداییمون رو به تأخیر بندازم. آیس دارین بردن دانجن شوردن. این یه نامه بودش که یکم مخاطب فرستاده بود برام، چون آخر این کتاب نامه آدماست. خب بریم برای بخش من بعدی. میخوام نامه بدم. بده چرا از من نام ببخشید؟ چرا نامه من نیست؟ نامه من نیست. نامه تو دادی به من. بیا فالتو بگیرم. بذار فالتو بگیرم. نامه تو وا نکرده پس فرستاد. کسبر اسکای. کسبر اسکاش نوشته پای چشمتون گود افتاده، رنگتونم فریده. فکر می‌کنم بهتر باشه برید منزل کمی استراحت کنید. آره فالتون افتاده. بریم بچه‌ها. تبریک. خدا خیلی خوشحال شدم. قربونت برم. اسمو نویسنده. آره دیگه. حالا بریم برای بخش بعدی. اصلا نویسنده یا اسم منو نمیتونی درست بگی؟ نه من میتونم. همش از اون لحظه شومی شروع شد که اول برنامه بشیم با هم آشنا میشیم. سارا میگه تارا تونیا. نه بده ببینم. حفظ که نمیکنه کتابشو، نویسنده است. سارا نمره بده. اگه ببین بهتره کنید تا دونه دونه مثلا سوزن بنداز من بهتره کنید. دارم مثلا بگیرم ها. حالا ما میپذیریم از سارا نتونست منو بگی، ولی تو نه. چرا من میپذیری؟ تو نه. چون تو میزبانی که میهمانش تو خیلی خوبی. با اینکه همسنن ولی نیلوفر ازدواج کرده ولی سارا نه. دلیلش چیه؟ بچه همینو برامون تو کامنت ها بریم. الان میان دیست میکنن سارا. خب معلومه چون سارا سارا شما نگاه ساله بحثش مفصل. من بعدها براتون تعریف کنم. من خودم متأهلم ولی همیشه طرفدار مجردم. قربونت بابا برم. دمت بابا باریکلا. مجردا. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه. بچه‌ها باید چیکار کنن نیلوفر؟ خودی دارن قراره که توی فاصله ای که بچه‌ها فرزندانم قراره که هر کی بیشتر باد کنه و بهتره کنه اون برنده است. باد کن و بهتره کن. خب هم تو این کار. کی نفس بیشتری داره؟ نفس قوی تری مگه با نفسه؟ اصلا ببین قبل از اینکه نه فقط نویسنده است همین. تو من اعتراض دارم. قرصه خیلی 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 زیادی زدم. آره از وقتی کنار من نشسته واقعا سر جای خودش نیست. اینم از بی‌عدالتی. بچه‌ها کی سرعت دستش بیشتره؟ خب باشه. اصلا قبل از اینکه همچین سوالایی که کی بهتره رو بپرسید یه اسم بزرگ تو ذهنتون لطفاً پلیشه. وقتی داری این حرفا رو میزنی تینا شروع یه تینا تینا بله نه از سود نه با هم نمیاد خیلی داره. خب 3 2 1 هر کی زودتر 3 تا باد کنن که تو بهتره کنه اون برنده است. اولی تینا دو تا تینا نارنجی بردار. من نمیدونم بازن طلبم نارنجی بردار دیگه. تموم شد. 3 تا تینا 2 تا پیتا. بعد جریمه داشته خب بریم سراغ جریمه. بچه‌ها پدرم در اومد اینو ببرم واقعا. آها منم عروس تو کدوم عروسی؟ خب آهنگ تلفنی انشالله که برمیداره. خب بفهم قسمت بعدی داشتیم لذت. آره خب جریمه ها چیه بچه‌ها؟ جریمه زنگ بزنم
نه گفتم الان این موزیک داره تو گوشه شما پلی میشه درسته؟ خب الان باید تماس بگیری با یکی از دوستانتون که خودتون انتخاب میکنین، باهاش صحبت کنین. تینا به شما کمک میکنه که باهاش صحبت کنین، ولی شما چیزی نمیشنوی در واقع. ما میشنویم. من کمکش کنم؟ آره دیگه باید کمک کنین دیگه. شما میشنوی ولی ایشون نمیشنوه. کمکی بهت بکنم آبروی ازت ببرم. میتونی واگذار کنی یا میتونی امتیازاتو واگذار کنی. دوست دارم ببینم چی میشه. واسه بریم پس ببینم چی میشه. چی میخواد بشه آخه؟ من اصلا نمیدونم. این همه اعتماد دارم. آخه تو از کجا آوردی آخه؟ زنگ بزن. من عقده‌ایم کسا. اینو شنیدم. الو سلام، چطوری؟ خوبی پریسا؟ چه خبر؟ خانواده خوبن؟ دانشگاه چه خبر؟ دانشگاه بابا اینا چطورن؟ آره چه خبره دیگه؟ آها میخوریم میریم. پریسا رفتی دانشگاه؟ من دیوونم پریسا. نگرانی؟ میگم چته؟ نه بابا چیز مهمی نیست. الو عروس صدام کن پریسا. اسممو بگو پریسا. مواد بزنیم؟ میگم کسی پیشته؟ فوش نده. نه کسی پیشته؟ نه یه نفر. کی پیشته؟ نگم برات. فسق و فجور. میگم کی پیشته؟ خدا تو جون منی. اگه مراقب خودت نیستی حداقل مراقب جون من باش. فقط خدا. بی‌تربیتی. چرا انقدر بی‌ظرفیتی؟ نه خودتو نگران نکن، درست میشه. چه لحجه‌ش تغییر کرد. دیگه با هم عصبی میشم. حالم خوب نیست پریسا. خیلی حالم بده پریسا. کمک پریسا. کجایی هستن؟ آهنگ تموم شد پریسا. آره پریسا جانم. پریسا وای فوش دادی؟ راستشو بگو. میگم چی شده؟ بابا من سر ضبط بودم به تو زنگ زدم که یه چالشی بود، بعد تو بزنم ولی به تو زنگ زدم. بابا من هماهنگ بود. ببخشید. چی شد؟ همه حرفا من بهش گفتم پریسا سلام. گفتم یه چیزی اصلا زدی. چیزی رو لو دادی پریسا؟ نه نه. خب حالا بعداً پخش میشه و میبینیم. خیلی هم عالی. چالش خیلی جذابی بود تا اینجا.
بزن دست تا قشنگه. پایان اپیزود اول نتایج به این شکله که تینا جون 2 تا امتیاز دارن، بیتا جون 1 امتیاز. یعنی برنده این اپیزود تا اینجای کار تینا جونه. تمام. افتخارش. حرف زدم پای حرفم هم هستم. تم. خب علیرغم تمام تلاش های بیوقفه بیتا جون نتونست امتیاز رو بالا ببره. تمام چالش ها و جریمه ها رو باختم اینطوری نگیم تحمل کردم، بازم نتونستن. حالا انشالله تو اپیزود بعدی بتونن جبران کنن. این خفت فکر نکنم ولی خفتی که حرف خواهر پشت سرم باشه رو به جون نمیدونم. سریعا جبران کن تو اپیزود بعدی. اگه تا الان همراه ما بودین خوشحال میشیم که با لایک، سابسکرایب، کامنت از ما حمایت بکنین و اینکه ما بتونیم پرقدرت‌تر توی اپیزودهای بعدی در خدمتتون باشیم. بچه‌ها یک خداحافظی دست جمعی فکر کنم به دور ولی به نظر من تو تیم بیتام اصلا هر کی من تیم خداست. من تیم برنده دشمن خیلی هم باسواده بچه‌ها. هر چی هم اسم من اشتباه گفتش حق داشت.